از اسلام آباد این خبر را دنبال کرده. صمیم سلام، وقتت بخیر. از انتقادهای تازه فضل الرحمن و همچنان خواستهای علمای پاکستان از افغانستان بیشتر بگو. عایشه، شورای علمای پاکستانی منع آموزش دختران را گفت که هیچ توجیه شرعی ندارد. جمعی از علمای پاکستانی که در نشست زیر چتر جمعیت علمای اسلام داشتن از طالبان به خاطر محروم کردن دختران از آموزش انتقاد کردند. آقای فضل الرحمن همچنین از اخراج گسترده مهاجرانی که در پاکستان حضور دارند گفت که انتقاد کرد و خواستار کاهش تنش‌ها میان اسلام آباد و کابل شد. این روحانیون تاکید کردند که محرومیت دختران از آموزش هیچ توجیه دینی و اسلامی ندارد و از طالبان خواست که هر چیز زودتر نهادهای آموزشی را بر روی دختران افغانستان باز بکنند. همچنان حالا دیده می شود که طالبان تقریبا بیش از 4 سال می شود که درب مکتب دانشگاه ها را بر روی دختران بسته کردند و تا هنوز صحبت های هیچ عالم جهان اسلام عملی نکردند و در این مورد چیز کدام واکنش هم نشان ندادند و محدودیت ها هنوز هم ادامه دارد. با این حال طالبان به درخواست های مکرر مردم افغانستان هم همچنان پاسخ مثبت ندادند، در حالی که ده ها سیاسون از بیرون از افغانستان، ده ها فعال حقوق زن یا فعال حقوق بشر، خبرنگاران درخواست های اعتراضیشان از طالبان خواستند که درب دانشگاه و مکاتب برای دختران افغانستان باز کنند، اما این کار نشد. همچنان این مواردی بود که امروز مولوی فضل الرحمن به او انتقاد کرد و گفت که نباید درگیری های که بین پاکستان و افغانستان است از ادامه پیدا بکند و پایان پیدا کند این مسئله و او بیشتر تاکیدش برای آموزش و تنش‌های میان دو کشور بود.